خودتون رو به دانشگاه علوم پزشکی سمنان و رشته علوم آزمایشگاهی تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیوا مسعودی هستم، ترم 7 رشته علوم آزمایشگاهی، در حال گذراندن کارورزی که 2 ترم آخر برگزار میشه. البته طبق تقسیم بندی که برای ورودی‌های جدید انجام شده، کارورزی در طی دوران تحصیل برگزار میشه، نه صرفاً 2 ترم آخر. بپردازیم به رشته علوم آزمایشگاهی. همونطور که از اسمش پیداست، رشته علوم آزمایشگاهی متشکل از علوم و مهارت‌های مرتبط با آزمایشگاه و لابراتوار هستش، در بخش تشخیص قرار میگیره و همین خودش ثابت کننده اهمیت آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی هستش. در مورد درسایی که داریم تو بخش تئوری و عملی، درس‌های تئوری ما تا حدودی علوم پایه شاملش میشه، مثل باکتری، ویروس، قارچ. در کنارش سری درس‌ها هم داریم که خیلی برای ما پر اهمیته، یعنی ویژه رشته ماست، مثل هماتولوژی، ایمونو و در واقع بیوشیمی که خودشون هر کدوم طی چند ترم در واقع تدریس میشن. در مورد مقاطع بالاتر اگر بخوایم صحبت کنیم، توی مقطع ارشد ما گرایش‌های متنوع زیاد داریم. توی رأس اینها هماتولوژی و ژنتیک و ایمونو که خیلی پرطرفدار و بچه‌ها ازش استقبال میکنن. محیط‌های کاری که ما میریم، خب بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، مثلا سازمان انتقال خون، این جوجه‌ها محیط‌های کاری ما محسوب میشه. در مورد حالا در واقع مدرک ارشد به این شکل نیستش که خیلی موقعیت کاری بالاتری نسبت به کارشناسی ایجاد کنه، صرفا یه پلیه برای اینکه به دکترا برسیم. یعنی افرادی که دکترا میگیرن، وقتی که 4 نفر تو رشته‌های مختلف تک رشته‌ها دکترا که میگیرن با هم همکاری کنن، میتونن آزمایشگاه تأسیس کنن. یه سری استثناءات هم اینجا وجود داره، مثلا کسایی که پی اچ دی ایمونو دارن میتونن به تنهایی آزمایشگاه سم و آلرژی تأسیس کنن، یا کسایی که دکترای بیوشیمی دارن هر نفر معادل 2 نفر در واقع دکترای رشته‌های دیگه محسوب میشه. این استثناءات هم حالا توش وجود داره. اگر شما در رشته در گرایشی مثل هماتولوژی یا ایمونولوژی تحصیلاتتون رو تا مقطع تحصیلات تکمیلی و دکترا و پی اچ دی ادامه بدید، اگر بیشتر نباشه کمتر هم نخواهد بود از درآمد یک متخصص پزشکی. در کل میتونم خدمتتون عرض بکنم که رشته جذابی هستش، خصوصا اگر علاقه داشته باشید. در کنار سختی هایی که داره، جذابیت هایی هم داره. رشته پویایی هستش و همونطور که خدمتتون در ابتدای صحبت ها عرض کردم، اهمیتش بسیار زیاد هستش و اصلا بر کسانی که در حیطه بهداشت و درمان فعالیت میکنن و علاقه‌مند هستن بر هیچ کس پوشیده نیست. مطلب رو باز هم با آرزوی موفقیت برای شما همکاران آینده‌ام تموم میکنم. امیدوارم که 4 سال، همونطور که عرض کردم، 4 سال از بهترین سالهای عمرتون رو در این رشته و در این دانشگاه سپری بکنید و با خاطره خوش تحصیلاتتون رو در مقطع کارشناسی به اتمام برسونید. موفق و مؤید باشید.